شکسته خبر تو خبر داره براتون از ولی فقیه تلف شکسته ای که اساسی توهم زده و در حالی که یه پاش لب گوره از این قمپوزای مسخره در میکنه. هدف هر مسلمان امروز باید ایجاد تمدن اسلامی نوین باشد. ما امروز این رو میخواییم. از اون طرف شیخ فری هم برگ جدید در عرصه دروغ درمانی رو کرد و در حالی که درد موشک‌های ارسالی آخوندا به آرامکو هنوز رو هواست از نقش رژیمشون در صلح منطقه‌ای گفت. ما همیشه خیر و برکت، برادری، همبستگی برای مردم منطقه و ملت‌های منطقه بودیم. البته این دروغ‌ها اقتضای سفر به نیویورکه وگرنه وقتی دور هم میشینن نقش منطقه‌ایشون رو اینطوری تشریح میکنن که خدا شاهده یکی از اصلی ترین دلایلی که تا الان ایران نزدن حزب الله لبنان بوده. ترس از این که بزنه. اگر اونجا اینا رو جلوشون رو نگیرن فردا اینا به همین مشهد باید باشون بجایی، تهران باید باشون بجایی. یعنی دین نداشته، یه نفر نداشته باشه، عقل داشته باشه، باید بگه چی؟ عقل میگه اینا اونجا درگیر باشن چیه؟ بهتره که بیان اینجا دیگه. توهمات عظما به این مجری تیویدیش هم سرایت کرده و به مصداق کیه به کیه تاریکیه برای خودش خالی میبنده. اگر ایران ورود نظامی کرده بود به جنگ با آل سعود و حمایت از یمنی ها، فقط نیمی از ظرفیت آرامکو نابود نشده بود بلکه کل آل سعود ساقط شده بود. به نظر حرف درستیه. بله و منم اصلا یاد اون توییت مشهور افتادم که میگفت آقا دنیای فردا دنیای گفتمان هاست نه دنیای موشک ها و امروز شرایط منطقه نشون میده که اون حرف چقدر صحت داشته. این سرکرده ارتش تحت امر خامنه ای هم تلویزیون رو با فیلم قیصر اشتباهی گرفته و زده تو خط عربده کشی. گفتیم آقا ما یه دونه بزنید 10 تا میزنیم، مطمئن باشید. حرف ما این بود، حرف ما به عنوان نظامی ها این بود که ما فرمان رو دریافت کردیم و موظفیم این فرمان رو اجرا کنیم. هر دشمنی یه دونه بزنه ما 10 تا میزنیم. احتمالاً منظورش از 10 تا زدن یه چیزی تو مایه های این سکانس از یه فیلم هندیه. آخوندا در راستای همین گندگویی‌ها به مناسبت سالگرد جنگ ضد میهنی کلی مانور و نمایش برگزار کردند که یکی از یکی مسخره تر بود. از سقوط چترباز بگیر تا این جنگولک بازی ها که مثلا قرار بوده رژه باشه. زمین زیر پای محکم و گام‌های با سلامت تیپ 55 هوابرد می‌لرزد. شطربازم در بلندای شرف، شطربازم. از اونجایی که دیدن این تصاویر حال هر بیننده‌ای رو بد میکنه، این نمونه از حرکت نمایشی رو هم ببینید که در نوع خودش حیرت انگیزه.
حالا سری به عرصه جنگ اقتصادی بزنیم و ببینیم آخوندها در این زمینه چه روزه جدیدی دارن. مقام معظم رهبری فرمود که بیایید به میدان با این فشار اقتصادی مبارزه کنید. این هم پاسخی به فراخوان عظما و ورود قدرتمند به میدان مبارزه با فشار اقتصادی. البته درسته که آخوندها در خودروسازی به جایی نرسیدن، اما به جاش کامیون اسباب بازی درست کردن که میتونه 100 کیلو وزن رو تحمل کنه. ماشینی که الان میبینی این هم یه کامیون خیلی خوبه که شما خودتون میتونید برید روش وایسید. واقعا میتونید؟ آره واقعا میتونید. یه دستتون بگیرید. دستمو بگیرم اینجا. نه واقعا حالا نگاش کنید ببینید سالمه یا اگه سالمه قرط صدا میداد بالاخره. نه نکنید. خلاصه اینکه تو اقتصاد مقاومتی هر بار یه چیزی از ماشین عظما کنده میشه. سریال جنگ و دعوای دزدای حکومتی هم همچنان ادامه داره و هر بار به شکلی رو میشه. من یه سوال دارم از شما بودجه امسال رو برید ببینید، میبینید که شرکت نفت به تنهایی 1.5 برابر کل بودجه عمومی کشور بودجه داره. کل بودجه عمومی کشور 400,000 میلیارد تومنه، شرکت نفت 600,000 میلیارد تومنه. حالا پاسخ وزیر نفت شیخ فری رو بشنوید که با یه جمله همه چی رو ماسمالی میکنه. میگن و منم نمیدونم چرا این دروغا رو میگن و چه نیتی دارن. بالاخره حرفای دروغ خوب نیست. اگر دروغ گفتن روش مالیات میگرفتن، دولت بیشتر درآمد نفت ازش مالیات درآمد می‌داشت. خلاصه اینکه دزدای رقیب در کمین هم نشستن و هر بار به شکلی از خجالت همدیگه در میاد. اینجاست که صدای این حجت الاسلام شفتالو در میاد و میگه به جای اعتراف و افشاگری برید تو خط دروغ درمانی و لاپوشانی. گفتم آقا 2 سریال فیلم برنامه هم پخش کنید از این قاضی های پاک دست، از این مسئولین خادم، از اون استانداری که زندگی ساده‌ای داره. 2 فیلم از زندگی اینی که شما هر وقت شبکه رو باز میکنید 4 لباس آبی خط خط تو اخبار مردم میگن مملکت رفت، از دست رفت. گفتن آقا بیاید تمام شد دیگه، نظام به پایان خط رسیده. نه. بعد از تحریم‌های بانک مرکزی آخوندا، مم جواد ظریف مصاحبه‌ای کرد و نام خودش رو در صدر مشنگای هفته جا داد. اما این اقدام بسیار خطرناکیه و از یک طرف نشان دهنده عدم تعهد آمریکا به تعهدات بین‌المللیه و از طرف دیگه که مهم هم هست نشون دهنده اینه که سیاست فشار حداکثری به پایان خودش نزدیک شده. البته این رفیق قدیمی ظریف نظر دیگه ای داره و معتقده که اوضاع داره بیخ پیدا میکنه. مشکل اصلی ما مشکل تحریمه و این اگر در دراز مدت قرار باشه ادامه پیدا بکنه لطمه میزنه به طور جدی به بافت، به ساختار جامعه، به شرایط زندگی مردم و در نتیجه ما باید مترصد فرصت باشیم و هیچ فرصتی رو سعی کنیم که شرایط طوری نشه که از دست بدیم. خلاصه این که عظما به وضعیت دلنگونی دچار شده که خودش هم نمیدونه چه غلطی باید بکنه. این آخوند تانگه هم وقتی دید همه درها به روی نظام بسته است، طبق معمول به این روزه ها متوسل شد. فقر امتحانه، مریضی امتحانه، تحریم های دشمن امتحان خداست، گرفتاری های جمهوری اسلامی امتحانه، همه مشکلات امروز امتحانه. حتی اگه دستساز خودمونم باشه خدا توش برای ما برکت گذاشته.
این هم یک تصویر شماتیک از تلاش عظما برای عبور از بحران‌ها. حجت الاسلام پهنیان کلی فکر کرد تا بالاخره یه راه حل برای مشکلات غرب پیدا کرد. شرح ماجرا رو از زبون خودش بشنوید. من خدا شاهده امتحان کردم، رفتم توی جلسه، بارها قصهشو گفتم به شما، جلسه یه جمعی از ضد انقلاب‌های بسیار محترم. من رفتم اونجا، میگم ببینید شما آزادی رو برای چی میخواید؟ فواید آزادی این. بعد میگم میدونید برای چی بر ولایت تاکید میکنیم؟ چون ولایت تنها قدرت تامین کننده آزادیه. بعد ولایت چون در غرب نیست، تو غرب ولایت فقیه ندارید شما که آزادیتون تو حساس ترین نقطه ها تامین نیست. فل مجلس گفت آقا حرف جدید شنیدیم، ولایت تامین کننده آزادیه. البته دوره این خالی بندی ها خیلی وقته که سپری شده. الان دیگه خود آخوندان مجبور شدن بالای منبر چنین اعترافاتی بکنن. گاهی تو خیابون رک بگه مردم که به بنده پوش میدن، بعضی از رفقا ناراحت میشن. من میگم عزیز من چرا ناراحت میشه؟ خدا شاهده من میگم این مردم حق دارن. قرار بود ما هم زندگی هم آخرت این مردم رو آباد کنیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه. ما هم دنیای اینا رو خراب کردیم هم آخرت اینا رو. در پایان توجه شما رو به یک شیوه ابتکاری جلب می‌کنیم که به کاربر این امکان رو میده که موقع کار با کامپیوتر بتونه بدون استفاده از دست چیپس بخوره.